تا حالا شده وقتی دارید فیلم یا سریالی رو می‌بینید یه چیزی نظرتون رو جلب کنه و بخوره توی ذوقتون؟ مثلا بازیگری که خیلی رندم تصمیم گرفته دلش میخواد یه مش وسیله همیشه توی دستش بشه جلوی بدنش رو بپوشونه، یا همیشه تصمیم میگیره پشت مبل و لامپ و بقیه بازیگرا قایم بشه که تا الان یه کتاب دستش نگرفته، تمام اپیزودا و سکانس‌ها تصمیم میگیره یه کتاب دستش بگیره. امروز قراره از این راز پرده برداری کنیم. سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه و جینگ بک‌گراند جدید. از مدت‌ها تصمیم گرفتیم از اونجا موو کنیم به اینجا با بک‌گراند جدید. نظرتون چیه؟ دوستش داریم؟ من که خیلی دوستش دارم، بخصوص این بیلبیلک‌های بنفش رنگ و امیدوارم که شما دوستشون داشته باشین و تنوع باشه دیگه، بالاخره همون پشت زمینه تا ابد و دهر ادامه ندیم. برای کسی که نمیدونن یه ویدیوی آنباکسینگ داشتیم، من یه باکس سفارش دادم از دیجیکالا و تمام این گوگلی مگولی ها توش بود و قرار بود که اینا رو استفاده کنیم که بک‌گراند جدید بسازیم. تو این ویدیوشو برید ببینید. همونجوری که از اینترو متوجه شدید، امروز میخوام از یک راز مگو براتون پرده برداری کنم. مطمئنم هیچکدومتون نمیدونستید، اصلا چونه نزنیم، میدونم که هیچکدومتون نمیدونستید. من امروز قراره که این راز بزرگ رو براتون رازو چیکار میکنم؟ سالو میکنم، این معما رو براتون حل کنم. بعضی موقع‌ها من دفعه اول شاید خیلی به چشم نخوره، ولی دفعه دوم و سومی که مثلا یه سریال یا یه فیلم رو ریواچ میکنم خیلی متوجه این موضوع میشم که یک کاراکتر زن خیلی رندم تا دیروز همش لباسای تنگ و کوتاه میپوشیده تصمیم گرفته شومیز و لباسای گشاد و بلند و پالتوهای ضخیم بپوشه، یا همش یه بسکت گنده جلوش باشه، یا کتاب دستشه، یا خیلی دلش میخواد بره پشت مبل و میز و صندلی و اینا قایم بشه. حتما متوجه شدید، بگید که متوجه نشدید. که این اتفاق ناشی از یه چیزه، حامله بودن اون بازیگر. معمولا نویسنده ها در مواجهه با حامله شدن ناگهانی یکی از بازیگرای زن سریال یا فیلمشون چند تا راه حل دارن. یه سریاش خیلی دستشون بازه و خلاقن، تصمیم میگیرن به یه نحوی وارد سریالش بکنن، وارد سناریوش بکنن و یه جوری به اون نقشه و کاراکتر اضافه کنن این حامله بودن. یه سری هم که به هر دلیلی نمیتونن یه جوری ماسمالش میکنن دیگه، یا بنده خدا رو هایدش میکنن، میبرنش پشت میز صندلی، یه مش پالتوی گنده بهش میدن. امروز قراره با هم دیگه تمام این روش‌ها و تکنیکاشون رو جاج کنیم. از سریالایی شروع میکنم که قبلا با هم بررسیشون کردیم و ویدیوهاشون توی چنل هست و خب چون اینا مورد علاقه ها من توی این زمینه که مثلا اون لحظه که فهمیدم حامله اینجوری بودم که نایس. How I Met Your Mother. یه از How I Met Your Mother شروع کنیم. توی یکی از اپیزودا بازیگر نقش لیلی، اسمش به نام آلیسن هانیگن، توی یکی از اپیزودای فکر میکنم اپیزودای آخری فصل 4 وقتی که میاد توی بار کنار بارنی و تد و اینا میشینه، بارنی جوک بد جنسی تعریف میکنه براش که مثلا تد و مارشال اینجوری بودن که نه این جوکر نگو، این جوکر پسرانه است، دخترها توجهش نمیشن فلان، ولی بارنی بالاخره جوکر میگه و انگار که مثلا جوکر انقدر بد بوده که مثلا لیلی بهش برمیخوره و اینجوریه که نه انقدر این جوکتون نستی بود که نمیتونم تا چند روز ببینمشون و به همین دلیل کاملا مسخره تصمیم میگیره که چند روز کلا توی اپیزود نیست. خیلی منطقی. و بعد من اینجوری بودم که این تو کتم نمیره. رفتم سرچ کردم و فهمیدم که بله، در واقع اون چند تا اپیزود آخر فصل 4 که لیلی نبوده رفته بوده maternity leave یا مرخصی زایمان به فارسی. البته یه تیکه، یعنی در واقع میتونیم بگیم که نویسنده ها هیچ جوره نخواستن اینو و نتونستن وارد سریالش کنن و تصمیم گرفتن که سریال بیرونش کنن تا بعد بخبر زایمانش بکنه.
البته یه تیکه یه مسابقه هاتداگ خوری که لیلی تو شرکت کرده و برنده میشه، وقتی بلند میشه این شکمش اینجوری باد کرده مثلا که خیلی اینقدر هاتداگ خورده شکمش گنده شده، ولی خب اونجا واقعا حامل است. این تنها سکانسی که ما می‌بینیم لیلی واقعا حامل است و این آوارد سریالش کردن. یک نفر دیگه هم که توی این سریال حامله بوده بازیگر نقش رابین بوده و میدونید جالبش چیه؟ اینه که این دوتا تقریبا همزمان حامله شد. یعنی تو همون فصل 4 که لیلی میره برای مترنیتی لیوش رابین هم حامله بوده، ولی خب رابین فکر کنم ماهای 4 و 5 بوده و میتونستن کاورش کنن و یهو نمیتونستن 2 بازیگر زن نقش اصلی کل از سریال بیرون کنن و اینجوری بشه که خب رابینی که تا 4 اپیزود قبل تنگ‌ترین و کوتاه‌ترین لباس‌های جهان می‌پوشید یهو تصمیم گرفته خیلی خیلی منطقی یه مش شمیز بلند و گشاد و پالتو بپوشه و بس لانجری بسکتی که تا حالا تو زندگیش دستش نگرفته بگیره دستش و کتاب دستش باشه. زیاد میفته. ما رابین رو میشناسیم، رابین اهل این کارا نیست، ولی اینقدر بدبخت و پشت لامپ و میز و مبل و تد و بارنی و اینا قایمش کردن که اینجوری نم که یک کاسه زینم کاسه است و یه سری جاها که از دستشون در میره و این داره بین مثلا رفتن از این میز از پشت این میز با پشت اون میز شیفت میکنه، شما متوجه میشید که شکمش برآمده است و حامل است. احتمالا یه عالمه زحمت کشیدن که مثلا نشون ندن این بچه حامله است، ولی خب چجوری میخواستم وارد سناریوش کنم؟ مثلا رابینی که اینجوری بود که من بچه نمیخوام، بچه تو زندگی من یک چیز اضافه است و فلان، ولی خب ما بالاخره جاش میکنیم. سریال دومی که قرار راجعش صحبت کنیم سریال فرندزه، یک سیتکام دیگه و 2 از بازیگرای زن نقش هستیم. لیسا کودرو بازیگر نقش فیبی، اونجایی که نقش سرگسی یا رحم جایگزین برای بچه برادرش داره، توی اون اپیزودهای آخر حاملگیش، یعنی اونجایی که دیگه این از لندن برگشتن و حتی یه سکانسی هم هست که اینجوری شکمش گنده است و یه کاسه سیریال گذاشته و داره میخوره، اونجا واقعا حامل است و پسرش حامله بوده و پسرش الان نمیدونم چند سالشه، شاید نزدیک 30 سالشه، اما واقعا حامله بوده و نویسنده‌های سریال اینو وارد داستان کرد which is very funny to me. دومین بازیگری که حامله بوده اینم خیلی بامزه است، بازیگر کورتنی کاکس که نقش مانیکا رو بازی می‌کرده. توی فصل آخر اپیزودهای آخر اگه دقت بکنید یهو خیلی رندم مانیکا تصمیم میگیره یه مش لباسای وشات بپوشه و مثل اونجایی بود که میخواست به همه بگه میخوام مووینگ کنم با چندلر، بعد همه نگاه به هیکلش میکردن اینجوری بودن که تو حامله‌ای، بعد اینجوری بود که هیچ وقت لباس گشاد رو نمیپوشم. دقیقاً از همونجا اینجوری بودم که مانیکا هیچ وقت لباس گشاد نمیپوشه. اینا خیلی عجیبه. و خب اگه دقت بکنید اونجا حامله است. توی حتی مصاحبه‌های که بعد از فصل آخر سریال با بازیگر کردن متوجه میشید که بازیگر مانیکا واقعا حامله بوده. و خب این خیلی جالبه چون دقیقاً توی سریال کاراکتر مانیکا رفته بود بیمارستان با چندلر که بچه‌هایی که اینا اداپت کرده بودن به سرپرستی گرفته بودن و بیارن خونه و خب با همچین سناریویی اصلا نمیشه هیچ جور وارد داستانش کرد. حالا اینجا ما یک کوچولو کمتر نویسنده رو جاج میکنیم، ولی خب مورد سوممون که یک فیلمه از فرانچایز مورد علاقه من، دایورجنت واقعا از اوناست که خیلی کم بهش پرداخته شد، هم به بازیگراش هم به خود فیلم، هرچند که دوزش یه ذره یک کوچولو چرت بود ولی اوکی بود، ولی خب میدونید سش یه جوری ساخته شد که انگار 4 داره، ولی خب بازیگرا گفتن ما هیچ وقت 4 نمیایم بازی کنیم. یه ویدیو جدا برای فرانچایزهای مورد علاقه هم میسازم و اونجا کامل توضیح میدم قضیه دایورجنت. اونجا بازیگری که نقش ویلن داره کیت وینسلت، یعنی نمیدونم اسمش اونجا چی بود، اسمش خیلی مهم نیست، حامله بوده و فکر کنم بدترین حاملگی برای خانم‌ها توی فیلم‌های اکشنه، چون که چیکار میشه کنن بدبختا. ولی خب این نقش خاصی هم نداشت که حالا برامون رسمی کار کنه، ولی خب بالاخره خیلی درگیر بودن اونجا. و خب اون تیم تولید میشه دیگه تصمیم گرفته بودن که حاملگی اینو با یک پالتوی بلند، شات‌های از
سینه و کمر به بالا و یک کیف بلند مستطیل گونه قایم کنن که به نظرم تا حدی موفق بودن. یعنی تو خود فیلم مشخص نیست مگه اینکه شما واقعا بری سرچ کنی یا یه جایی به چشمت بخوره که همچین چیزی وجود داشته، وگرنه به نظرم توی این مورد موفق بود. تو مورد بعدی سریالایی هستن که یکم عجیبن. من این سریالا رو ندیدم ولی خب جوری که اینا حاملگیه رو پوشوندن برام خیلی جالب بود که تصمیم گرفتم راجعش صحبت کنم. سریال اکس فایلز، جیلی اندرسن یا دانا سکالی وقتی باردار شده، نویسنده تصمیم گرفتم با یه مدل عجیبی بهش برخورد کنم. تصمیم گرفتن که کاراکتر این بدبخت رو توی سناریوی داستان اینجوری نشون بدن که این توسط ایلینا ابداکتد شده، یعنی که توسط آدم فضایی بیگانگان دزدیده شده و یه چند اپیزودی نیست و این یه جورایی معمایی بوده برای سریال و بدبخت هم نبوده دیگه، یعنی از سریال یه مدت بیرونش کرده بودم. بکنم با مزه ترین نوعی که میتونی با یه حاملگی برخورد کنی. نمیدونم اینجا جاج کنم واقعا نویسنده شما بودید جاج میکردین چون I mean why not. و سریال بعدی سریال هوملند گلردینز یه فصل سوم باردار بوده ولی خب نویسنده ها با همون روش ترادیشنال سنتی با مبل و لامپ و پالتوی بلند زمستونی و اینا تصمیم گرفته بودن شکم بدبخت رو بپوشونن. نظرم واقعیت داشته باشید مثل این بدبختی که ابداکتد شد. خلاصه این از راز و رمزهایی که امروز براتون شکافتم. مطمئنم هیچ کدومتون نمیدونستین، مهم نیست اگه میدونستین. از این مدل بارداری‌های اینجوری زیاد هست. اگر دوست داشتید پارتای بعدیش هم میسازم و وقتی آدم متوجه اینا میشه همش اینجوریه که اینا دیگه چی دارن از ما قایم میکنن که ما نفهمیدیم. شما دیگه چه موردی از این حاملگی‌ها دیدین که توسط نویسنده ها حذف شده، کات شده یا وارد سناریو شده که خیلی براتون جالب بوده؟ توی پارت بعدی اصلا یه پارت بعدی ساختیم برای یه سری دیگه، یه سری از فیلم و سریال‌های دیگه که با این ببینیم با این حاملگی چجوری برخورد کردن. مرسی از اینکه ویدیوی امروز تا آخر دیدین. برام بنویسین که ویدیوی امروز دوست داشتین، بک‌گراند رو دوست داشتین، نداشتین. راستی توی ویدیو قبلی که آنباکسینگ بود قرار بود مثلا من بزنی یه آپدیت رو کوچولو بدم که من ویدیوی اینا رو براتون بذارم که اینو دیزاین کردم. خب حقیقتا من لابلای خونه تکونی چسبوندم اینجا، چیز خاصی نداشت دیگه، اینجوری چسبیدم می‌زدم میچسبوندم اینجا، چیز خاصی از دست نداد. اینجوری هم نبوده که حالا بگم وای ویدیوشو نگرفتم، هیچی نیست، اینجوری چسبوندم اینجا، خودتون تصور کنید. و اینکه یه چیز دیگه که قرار بود ویدیوشو بگیرم اون نودل، به خدا اینه کرش شده، یعنی واقعا من نفرین کردم. این دفعه قبلی که نودلیت گرفتم نمیدونستم سسو تا ته خالی کردم و با اشک و چشمای گریان داشتم تا تهش میخورم. این دفعه من اینقدر به قرآن قسم 5 قطره هم نریختم و ویدیوش هم گرفتم. حالا چرا میگم نفرین شدم؟ 2 دلیل داره. چون هم ویدیوش صدا نداره، از یه جایی بعد میکروفون گوشیم تصمیم گرفته صداشو ضبط نکنه، دقیقا همون جایی که من ریاکشن میرم، مثلا اون جایی که دارم بازش میکنم نه همه صدا دارم، اون جایی که دارم میمیرم از شدت تندیش و بدمزگیش صدا نداره. و اینکه من باور کنید 5 قطره بیشتر نریختم و همچنان اندازه زهرمار تند شد، خیلی بدجور تند شد. من نمیدونم این جنس این سس چیه که اینجوری تنده و جنس معده اونا که اینو میخورن. مثلا کره ها دیدین کلشو خالی، تو واقعا اون معده نیست، اون جنسش بتونه، چون نمیشه واقعا نمیشه. و خلاصه اون پودر اولی که ریختم هیچ مزه‌ای بهش نداد، سرم که ریختم تندش کرد. من داشتم یه پلاستیک بیمزه تند میخوردم. آره خلاصه اصلا تجربه جالبی بود. من که حال نکردم. حالا
امیدوارم اگه شما تجربه داشته باشید تجربتون خوب باشه. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید. تو ویدیوی بعدی میبینمتون. خدافظ. نمیدونم مثلا متوجه این موضوع میشید، یعنی این قصت رو قرار بذارم توی ویدیو یا نه، ولی این دفعه سومیه که دارم یک ویدیو رو کامل ضبط میکنم و صدام ضبط نمیشه. من روانی میشم.